در مؤسسه دولتی مرکز دستگیری اویلا و کودک شهر خوجند با مقصد جلب کودکان به طرز حیات سالم منتظم چهاربینی‌های ورزشی راه اندازی کرده می‌شوند. در مسابقه شفق‌آوری آفرین که در مؤسسه مذکور بخشیده به روز کارمندان ساحه تندرستی راه اندازی گردید، تربیت گیرندگان خردسال با شوق و هوس بی‌اندازه اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را نشان دادند. رهبریت مؤسسه هدف برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی را برای در روحیه سالمی و تندرستی، خویشتن‌شناسی و دلیر و جسور به وی رسانیدن کودکان مفید ارزیابی می‌کنند. در مؤسسه دولتی مرکز دستگیری اویلا و کودک شهر خوجند بخشیده به ایدی کسبی طبیبان و اجرایش کنسپت ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان و ایدی طرز حیات سالم مسابقه ورزشی آفرین برگزار کرده شد. در این مسابقه ورزشی دستوریکان بسیار فعالانه اشتراک نمودند و در مرکز ما تصمیم گرفتیم که بسیارتر مسابقه ورزشی در بین دستوریکان برگزار نموده اویدی طرز حیات سالم و در آینده کودکان چست و چالاک تربیت یافتن سهم خود را گذاریم. البته از سن خردسالی به جلب نمودن به ورزش دستوریکان را وادار میکند که در آینده چست و چالاک تعلیم و تربیت یابند، آنها دوستان ورزش باشند و همه این در آینده برای طرز حیات سالم موقع خود را میگذارد. به این غمخواری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصتا اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت تاجیک، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تمام کارمندان مرکز کوشش به خرج می‌دهند که کودکان در آینده تنصیحات و چست و چالاک و تندرست و میهن پرست تعلیم و تربیت یافته در آینده در پیشرفت جمهوری عزیزمان تاجیکستان همیشه بهار و صاحب استقلال سهم غزنده خود را گذارد. مورد به ذکر است که در مؤسسه دولتی مرکز دستگیری اویلا و کودک شهر خوجند عین زمان 26 نفر کودک تا 7 ساله به تعلیم و تربیت فراهم گرفته شدند که با آنها 17 نفر مربی و 8 نفر همشیره طبی خدمت رسانی میکنند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بنای مرکز دستگیری اویلا و کودک شهر خوجند از نوسازی گردیده مورد استفاده قرار میگیرد که برای کارمندان و تربیت گیرندگان شرایط مساعد فراهم آورده می شود. همه این از توجه و غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت کودکان و نورسان، مخصوصاً آن نفرانی که از تربیت پدر و مادر دور ماندند شهادت می‌دهد. در مسابقه آفرین کودکان در 5 نمود از جمله گذشتن از مانعه‌ها، ولوسپدرانی، پر کردن ظرف آب و غیره ملکه مهارت خود را نشان دادند. از مهارت سنجی کودکان معلوم بود که مربی‌ها آنها را به این چهاربینی ورزشی همه‌جانبه آماده نمودند و خوشحالی آنها شهادتگری آن بود که آنها به این گونه بازی‌های ورزشی شوق و رغبت زیاد دارند. بعد انجام مسابقه از طرف رهبریت مرکز دستگیری اویلا و کودک شهر خوجند به همه اشتراکچیان مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شدند.